حاصل فونکسیون تریگونومتری دوام میکنیم. در درس پیشینه ما اینو دوباره اومده بودیم. فونکسیون ساده تریگونومتری سینوس کوسین و تانگنس. اکنون جای x ما کمتر فونکسیون مرکب را داشته باشیم چه حاصلش میگیریم. در اینجا چیکار که میتونیم فرمولش هست. یگان چی عوض نمیشود. نیا کنید سینوس با کوسینوس تبدیل میشه. کوسینوس به مینوس سینوس تانگنس به سکند کوادرات میشود. فقط یک چی علایدگی این چی است؟ ضرب حاصل فونکسی که جای x میبینه همون رو میمونه. بعد ضرب میکنیم. این قاعده زنجیری است. بیاین در مثال ها نشان دهیم. مثلا در اینجا فونکسی ما چی است؟ در اینجا x جمع 1 فونکسی ما x جمع 1 است. از روی قاعده اگر رویم ما نیا کنیم قاعده چی میگوید؟ با کوسینوس x جمع 1 تبدیل مییابد حاصل فونکسی و کوسینوس در x جمع 1 بعد با علایدگی چی میبینید؟ ضرب حاصل فونکسی حاصل x جمع 1 چی است؟ 1 است. یعنی جوابمون یک بوده کوسینوس x جمع 1 نوشته میتوانیم. دومش رو ببینیم. در اینجا کوسینوس 3 مینوس 2 فونکسی ما چی است؟ 3 مینوس 2x است. اکنون حاصلش رو چیکار می‌کنیم؟ از روی قاعده ما با مینوس سینوس تبدیل مییابد. مینوس سینوس فونکسی خودش یگانچه عوض نمیشود. بعد ضرب اکنون حاصل فونکسی ما چی است؟ حاصله 3 مینوس 2x. این البته که مینوس 2 است. اگر اینو با مینوس 2 مینوس رو ضرب میشه 2 سینوسی 3 مینوس 2x میشود. در آخر در اینجا البته که در این نیست قطعه ln یک سوال گرفتم. در اینجا البته قاعده های پیشین لوگاریتم رو استفاده می‌کنیم. چرا که ما می‌دونیم اگر ما یگان فونکسی داشته باشیم حاصلش چی بود؟ حاصل فونکسی تقسیم خودش در قاعده لوگاریتمی بود. در اینجا اگر هم حاصلش را گرگیریم چی میشود؟ فونکسی ما در اینجا سینوس یعنی حاصله سینوس تقسیم سینوس میشه. حاصله سینوس چی بود؟ کوسینوس تقسیم سینوس و این رو ما میدونیم به چی برابر است؟ این البته که به کوتانگنس برابر است. باز یک چند سوال کار کنیم. کمتر مرکب تر باز. در اینجا بینیم کوسینوس کوب 4x. ما اینو چه نمودیم سوال نوشته میتونیم. دیگر نمودیم میتونیم کوسینوس 4x درجه 3. در اینجا البته قاعده زنجیری استفاده می‌کنیم. قاعده زنجیری چی بود؟ اگر ما یک فونکسی داشته باشیم در درجه n حاصلش رو چه میگیریم؟ درجه پایه می‌فراید. فونکسی ما اون چی نمی‌نویسیم؟ درجه یک کم کنیم بعد ضرب حاصل فونکسی. اکنون از روی این فرمول قاعده زنجیری رو حاصلش رو گیریم. حاصل چی میشود؟ برای این فونکسی 3 با پایه میرود ضرب کوسینوس 4x در درجه 2. تو اینجا یکم پرابلم نیست. اکنون ضرب درون حاصله درون کوسینوس 4x از روی این قاعده استفاده می‌بریم. چون که موجب x نه 4x داریم. این قاعده چی میگوید؟ مینوس سینوس 4x با ضرب درونی همین فونکسی و 4x ضرب 4 میکنیم. 4x آورده در اینجا ضرب 4. و اگر این رو ما با ساده تر کردن نوشتیم چی میشود؟ 4 کرده 3 12 در اینجا میشه مینوس 12 کوسینوس کوادرات 4x ضرب سینوس 4x میشود. مثال دیگر اکنون نگاه کنیم کوسینوس x. جای فونکسی ما در اینجا کوسینوس است. فونکسی ما در اینجا اکنون باز همین قاعده استفاده می‌بریم. قاعده چی میگه؟ حاصله این فونکسی و چی برابر میشد؟ مینوس سینوس کوسینوس ضرب باز همین حاصله کوسینوس. حاصله کوسینوس چی بود؟ مینوس سینوس. و این به چی برابر میشه؟ مینوس پلوس میشود. این میشود سینوس سین در اینجا x نیست. یکم این نوشته میتونستم. خیلی هر دوشون نمیدونم. سینوس کوسینوس x ضرب سینوس x یا این شما میتونید نوشته اول سینوس x ضرب سینوس کوسینوس x.